أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. سخت آیت است، سخت آیت است که چی رقم تطبیق میشه. آیا این سخنی که در این آیت ذکر میشه تنها به یهود و نصاراست یا که مسلمانان در تحت آیت میه؟ یا ایها الذین آمنوا، به مؤمنا به خاطر الله آواز میده که متوجه این نکته ها مؤمنا میشه. هر کس نمیشه. کسی که عقیده داره، فهم داره، این مردم متوجه نکات میشه، هر کس نمیشه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده دعوی ایمان نداره. ان کثیرا، قرآن چقدر نکته های باریک اشاره میکنه. کلی اهل کتاب اینطور نمیگه، بعضیش خب مردم بود. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه، یقینا بسیاری من الاحبار از علماء یهود و نصارا، امروز هم علمای مسلمان هم است در ما بینش، آلی من میم. و الرهبان، پیرا، کسایی که عابدا گوشنشین هسته، بیلی چی عبادت و گوشنشینی مالای مردم خورده رایست. چیسته؟ لا یاکلون اموال الناس، میگیرن میخورن مردم مالای مردم، چون که هدف از گرفتن مال خوردن میباشه، از او خاطر خوردن از ذکر میکنن. مراد گرفتن و استعمال است. بالباطل، براهای باطل، که کلی هم مال میگیره رایش باطل است، موافق شریعت نیست. و یصدون، من میکنه مردم عن سبیل الله، از راه الله نمیگذاره که مردم عقیده محکمه بپذیره. والذین یکنزون الذهب، کسانی که ذخیره میکنه طلا را، والفضه نقره را، ولا ينفقونها، مصرف نمیکنه امیاره فی سبیل الله، در راه الله. فبشرهم، خبر بده برشان بعذاب الیم، به عذاب دردناک. اول بیان یزیر میکنه که بعضی از علما و کلانای یهود و نصارا مال مردم به طریق باطل میخوره. یهود و نصارا مردم باسواد بود. زمانی که در مدینه منوره آمدن، مردم برایشان مراجعه میکرد. آنقدر رسوخ و مرتبه برش پیدا شد که مردم دیگه سوغاتای گوناگون بود. این گپ در ملاهای ما خود کمتر است، خود پیر صاحبا خیلی زیاد است. در ملاها مالی پیدا شده. یک ملای درباری مطابق مصلحت عموم مردم گپ میزنه. چی میکنه؟ افتتاح کابل بانک توسط تقریر و تلاوت خود میکنه. بازور چی میکنه؟ در حج روان میکنه شه، در عمره روان میکنه شه، موتر برش میگره 2000. چرا که به خاطر افتتاحی بگه کاری سوده برش کرده. اینطوری هم است. خلیکن در پیرا خیلی زیاد است. پیر صاحب 4 روز شهرت پیدا میکنه، مردم است که رفته رایسته. پیر صاحبان میگه بغیر از خروسی سفید ایشه دیگه چیز نمیچله. خروسای سفید است که اولی پر است. یهود اینمی قسم شده بود، اولیایشان پر بود، دکانداری خواب سر گرفته بود. زمانی که اسلام اونجا ظهور کرد، یک دفعه ترسیدن که اگر اسلام اینجا گسترش پیدا بکنه مردم حقیقت میفهمه، بازی مردم نه سوغات به ما میاره و نه ما را محترم میشماره. از همون خاطر چطور جلوگیری کنه؟ شایعات پخش کردن. پیغمبری که جدید آمده به این شکل نیست. در کتابای ما دیگر رقم نشانه های از او ذکر شده و اینطور مسئله را او پیغمبر نمیگه، این دیگر رقم مسئله را میگه. از همون خاطر تلاششانی بود که 4 روز مردم عوام بازم در تاریکی نگاه کنه که همون دکانداریش خراب نشوه. امروز همون گپا هست یا نیست؟ امروز همون گپا هست. پیر صاحب خبر شده، تبلیغی ها برآمد، مردم هم میکشه در مسجد. اول دشمن پیر صاحب کی است؟ تبلیغی ها، یارا کافر میگن. چرا؟ و تبلیغی که بره خوج کمی مسئله را یاد میگیره، اونجا با سنت ها را یک کمی دعای نان خوردن و داخل شدن مسجد، بیرون شدن مسجد از 3 روز یاد میگیره، یک دم چرت میزنه که خوب پیر صاحب 40 سال به پیش تو آمدم، یک دوی دسترخوان برام یاد ندادی، غیر از ما بگی والا اگه تو را بانم تو بدبخته. آلی دیگه از او خاطر پیر صاحب میگه تبلیغی ها کافر است. نه، آلی تبلیغی ها را گذاشته. کی را کافر میگه؟ اول که بره مورید صاحب برش میگه این کلا سفیدکایی که از پاکستان میاد که فارغ میشه کلیش وابی هست. و دیگه بدبختی چی میگه؟
اوش کنی فکرت باشه کمی گپ از توحید زد، گپ از قرآن و سنت زد، با فهمی که وابیست. این دیگه بدبختیش در جلسه کلان میگه کسی که از قرآن و حدیث پیروی میکنه کافر میشه. نعوذ بالله. نمیمانه شه. میگه یا وهابی هسته آمده چی میگه؟ او مولی صاحب خوب گپا میزنن، شما نمیفهمی زیر کاسه نیم کاسه است، تای پلو مولی میبرایه، این حالی ظاهر نمیکنه باز آینده برش میایه. مسلمان های ساده لوحی ما چی میگه؟ خب پیسه فراوان از عربا برش میایه. خب بدبختون بیا قط ما یک جای شد که پیسه فراوان در جیبتون بیایه. دیگه چی میگه؟ نه یهود و نصارا سخت اکمال میکنه یاره. نه کاش که بدبختای خبیث میتور پول به ما بده که ما ترجمه قرآن کریمه درسای قرآن کریمه کلی سال در جای 10 موتر 100 موتر بگیریم اینجا خواهر حاضر شوه که یهود و نصارا بر ما پیسه بده. از این که کاری خوب است ها؟ پیسه هم یهود و نصارا بده، خب ما مردم هم در ضد یهود و نصارا چی کنیم؟ تربیه کنیم، با قرآن آشنا بسازیم. شما باور به الله بکنید کسی که به اندازه یک بادام عقل داشته باشه این گپا را بگه. چرا اینطور هستیم؟ ما خدا گم کردیم، عقل خدا گم کردیم، اینقدر زود زود فریب میخوریم. چرا طور فریب میخوریم؟ تعجب است. یا این تبلیغات داره، امروز تبلیغات نیست دیگه، کار پیدا نکرده. مولی صاحب متوکل والا در هر جای نفاق انداخته، مردم در یک مذهب است، امی کل لگی چوب باشه یک نفر آمین بگه چقدر بد است. کی گفت کی بد است؟ در حرم بد نیست، در 20 مملکت دیگه بد نیست، در پاکستان و افغانستان تو بد است. اگر بد است هر جای بد است، اگر بد نیست در جای بد نیست. نه جنابی مولا صاحب تو به مردم بد معرفی کردی. مردم سنت رسول الله را دوست داره. هر کس که به طریقه پیغمبر عمل میکنه کسی قطعش مخالفت، خود تو بری ازوا امی عمل غلط معرفی کرده. این عمل به نزد ازوا عملی که یهود و نصاراش شمرده میشه، تو این را گفته دیگر راه ندارن. خب فقط امیر میگه تفرقه انداخته. او مردکه اگر تفرقه بد باشه رسول الله که آمد تفرقه آمد یعنی که اتفاق آمد؟ تفرقه آمد. خب کدام تفرقه؟ بگه جدا کردن رای حق از باطل. رای حق از باطل جدا میشه. یک آدم مکمل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی میکنه، هم در نماز خود، هم در جان خود، هم در خوراک خود، هم در رفتن خود، هم در معامله خود. تالی بگو که نه اینجا مردم یک رقم است تو سنت عملی نکن. اینجا مردم کلش استاده نان میخوره تو ننیشی که بعد معلوم میشی. نه و استاده نه حیوان واری نان میخوره، ما چرا میشینم نان میخورم؟ ما سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدارش هستم. اینمی تبلیغات از وا در اونجا در زمان رسول الله صلی الله علیه و در مدینه بود از طریق یهود، امروز همی مردم است. خو چی رقم مال به طریق باطل میخوره؟ امیالی در امی افغانستان ما خونزاده ها و میا صاحبا و صاحب زاده است، از مردم قلنگ جمع میکنه یا نمیکنه؟ یک آقا صاحب در جای ما می آمد زمستان می آمد، دیگه وقتا هم نه. زمستان که خب بخاریا موج بود، صندلی گرم، باز چی میکرد؟ شما باور به الله بکنید اگر یک کلمه قرآن کریم هم از پیشش یاد گرفته باشید، از واده نماز که تعویض دادنش شروع میکرد در شغور هم تعویض میداد. شغور هم میشناسه؟ جواری را که میخوره دوم تعویض میداد. خب وقتی که پس در کابل می آمد یک بوجی چارمغز پر میشد، یک بوجی گوشت قاق، یک بوجی کشته، یک بوجی بادام، یک بوجی هم قرد. این را با کدام طریق میگرفت بگوی؟ بزا و گوسفندا ورسندان یک منطقه است، شاید از افرادش همین جمع باشه. طالب برفک در ولایت بغلان است. ورسندان کوست کوی سری کیان هم است، غربند او در بینش همی کو است. اونجا مردم مالدار است. آقا صاحبه از این جمعه از مختلف جاها در سری هست، از اونجا یک هفته را تیر کردنی باشه رمه مال در پیش رویش است. اون مردم بیچاره یک بوزش که چوچه رمه پرته زنی خود لط میکنه، میگه این بوزه چرا در رمه روان کردی؟ در خانه نگاه میکردی که نمی پرتافت، چوچه را چی نمیکرد. لیکن به آقا صاحب همو چاق شده را
داده را است. به کدام طریق میخوره؟ چی حق داره؟ بگوی دیگه. قرآن میگه این کثیر من الاحبار، بسیاری علما و رهبان پیرا لیاکلون اموال الناس، میخوره مالای مردم بالباطل، به طریق باطل. یک. دوم به طریق باطل حالی دیگه شبیبی، حالی دیگه در طریق باطل شه. مردکه وفات کرده، ماموری دولت است، ماموری دولت است، در خانه مردم کرایی نشسته، 4-5 دانه طفل از پیشش نابالغ باقی مانده همراه سیاسر. شوهر خو وفات کرده، گریه زن هیچ آرام نمیشه. شما باور بر الله بکنی به خاطر شوهر گریان نمیکنه، به خاطر از این گریان میکنه که آینده سرنوشتم چی رقم میشه. معاشی شوهرم خو از بین رفت، کرایه خانه را چطور پوره کنم؟ حاجت به نان و نفقه پیدا کردن نیسته. لیکن جنابی مولوی صاحب رفته به این مردم میگه که چی شد اسقاطی ازی؟ پندکی پیسه را سری مردم پیدا میکنه، اینجا میشینه، از دروغ یکی را فوتبال میکنه، به او قلاج میکنه، پس میگیره فوتبال. بعد از او در جیب خود سرخم زمینم میکاوه، این بدبخت میگیره. این به طریق باطل است یا به طریق حق؟ به طریق باطل است. در دین ما این کارا را داریم، پدری که ثابت نمیتونه که داشته باشه. باز چی میگه؟ یا 3 و 4 نداره. ملا صاحب میگه بیگاه تقریر میکنه به مردم، میگه اگر مرده شوه خیلی نیاز به خیرات داره، خصوصا خوراک. هر رقم خوراکی که در اینجا به کس میدی مرادش کیست؟ ملا صاحب. امو رقم خوراک به مرده داده میشه، خانه مرده والا بیچاره با همراه از که چیزی نیسته، گوشت و پلو پخته میکنه، میوه دسرش، سیسته نان دسرش، چاکلیت هم قطعی، چای دسرش. ایره در خانه کی روان میکنه؟ ملا صاحب. تقریر کرده میگه وقتی که مرده میموره در قبر در این خاک خو میکنه، یک بستره اگر به کسی دادی، لوکس بستره، در کاپیسا بره خانه ملا چیسته. یک روز میمان یکی شده بودیم، زیاد نفر بودیم، من گفتم مولوی صاحب بستره؟ گفت مولوی صاحب که بستره داریم که پرسان نکن، هر جنازه که میشه برای ما بستر است، برای ما بستر است. بعد از اون میگه ختم چرا نگرفته روزی پنجشنبه 2 پیازه بزنه؟ شما بگویی رای حق است یا باطل؟ رای باطل است، از رای باطل میخوره. این همی مردم است. روزی آخری نزدیکی که 10 شب آخری رمضان میشه، یک لیستی در کاغذ ریاست جمهوری سابق گرفته می باشه. ملا صاحب در سر منبر در جمعه میگه روزه ها معلق در هواست تا وقتی که صدقه فطره نده. معلق از خودش بدبخت وقت قبول شده، از مردم معلق در هوا مونده تا که صدقه فطر بده. صدقه فطر لیست گرفته، ملا را قسم بده بگو در حدیث ثابت میتونی؟ ما دست خود قطع میکنیم که حق تو شوه. در حدیث طعمة للمساکین آمده، برای کی؟ مسکین است. میگیره نمیگیره؟ پست قربانی کدام طرف میشه؟ نماز عید خو سنت است در بیرون، در دشت و بیابان. پیغمبر در مسجد نبوی یک نماز چند نماز بود؟ 1000 نماز ثواب داره. خو مسجد نماز عید در مسجد نبوی خونده یا بیرون در دشت خونده؟ در دشت خونده. ملا صاحب بگو که در دشت نماز بخوان که عذر کنی نمیره. چرا نمیره؟ در روز عید چاندگک برش میشه. چی میشه؟ همونجا یک نفرک داره، نفرکش میشناسه، یک چیزک هر وقت چی میکنه؟ سیبک از جیب میکشه، ایره به تو آوردیم این در فلان جای رفته بود. او باز در روزی چی؟ باید چی میگه؟ این ملا صاحبی ما یالدار است، طرفی خانه روان است، پرته به اخلاص میپرته به اخلاص، از این خاطر نماز خدا بیرون نمیکشه. به طریق باطل خورد یا به طریق حق؟ به طریق باطل خورده. قرآن گفته اگر امروز می عمل مسلمان انجام میده، یهود و نصارا را الله مذمتش بیان میکنه، مسلمان مذمتش بیان نمیشه؟ بله. خب ملا هم دشمنی ما شده، قاری دشمنی ما، ملا دشمنی ما، مذهبی دشمنی ما، بگوی صوفی دشمنی ما، شیعه دشمنی ما، بگوی کلگی دشمنی ما شده. چی مان؟ یک دوستی الله متعال باشیم بس است ان شاء الله. و یصدون عن سبیل الله، تنابعی بس نمیکنه که مال مردم ها میخوره. چی میکنه؟ از رای الله، از رای الله منع میکنه. رای الله را میفهمه؟ کتاب الله است. کی است؟
راه مستقیم است. از ترجمه او مردم منع میکنه یا نه؟ ملا صاحبان منع میکنه، پیر صاحبان منع میکنه. ملا صاحب بگا به نفر میگه دختری در کجا میره؟ اش کنی که نمانیده ترجمه. بچه در کجا میره؟ نمانیده ترجمه. و ملا صاحب خود تو ترجمه را شروع که ما دیگه جای نرویم. منع میکنه نمیکنه؟ پیر صاحب خب به هیچ وجه اونه کدام تا آمده بود در ترجمه ما و پس که رفته بود در دل از دلی خود کشیدم تا در جنت در دلی من استی کشیدم تا در ترجمه مولی متوکل رفتی تو خلاص استی دیگه. والذین یکنزون الذهب، کسانی که ذخیره میکنه طلا را و الفضه نقره را، مراد از پیشش مالا را، ولا ينفقونها فی سبیل الله، خرج نمیکنه در راه الله متعال، فبشرهم خبر بدی یارا بعذاب الیم، به عذاب دردناک. آیت سخت دشوار شد سر صحابه کرام که وای مال ذخیره کردن. عثمان رضی الله خیلی مال داشت، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله خیلی مال داشت. علی اگر کسی ذخیره کنه ای تو عذاب علیم است. اینمی مثلا بسیار دشوار شد، گفتگو بالا شد در بین صحابه. عمر رضی الله گفت ما از این غم شما را انشالله نجات میدم، میرم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیش پیغمبر علیه السلام رفت، پیغمبر علیه السلام گفت نه، مالی که کنز برش گفته شده او مالی است که حق الله از پیش ادا نمیشه، که زکات است یا غیر زکات. معلوم شد که حقوق غیر از زکات دیگه حقوق هم متعلق مالا میشه. مالی بیان میکنم، زکات خواست است هر کس میشناسه، حقوق دیگه متعلق مال میشه. و یا نگاه میکنه در موقع ضرورت نیازم برای مصرفش میشه، ولا ينفقونها، اینجا میگه فی سبیل الله. معلوم شد که مراد از انفاق غیر زکات است. بس اوقات ضرورت پیدا میشه که انفاق بکنی، مثل عصر امروزی ما مراکز دعوتی یهودیت و نصرانیت به هزارها پیدا میشه، اما مرکز دعوت قرآن و حدیث بگوه به دوربین هم دیده نمیتونی. ضرورت و نیاز به انفاق است یا نه؟ امروز که درس قرآن در اینجا شروع شده به گرفتن موترا، نیاز داریم یا نداریم؟ به پکه ضرورت داریم یا نداریم؟ به لاسپیکر ضرورت داریم یا نداریم؟ به این جوان خود که لا اقل آواز قرآن در گوشش برسانیم نیاز داریم یا نداریم؟ اگر کسی دمی طور موقعی هم مال در دسترس داره و مصرف نمیکنه، دینمی وعید آیت داخل است. دینمی وعید هیچ وقت از این که خطرناکتر وقت دیگر نمیه که ما انفاق فی سبیل الله نکنیم. ما مراکز تعلیمی را برای اولاد وطن نسازیم و اولاد رو تربیه نکنیم. بسیار نیاز ما برم است. چرا؟ شبکه های گمراه کننده آنقدر اضافه شده که جوان ما را محاصره کرده. در موتر، در هتل، در دفتر، در مکتب، در خانه، مکمل مراکز چیست؟ دعوت به سوی بیدینی است. در خانه هم که میشینی تلویزیون سریال شروع، سریال چی است؟ نعوذ بالله دروغ، یا چی است؟ ساز و سرود شروع است. از او خاطر تو نیاز داری که اولاد وطن فکر بدی، که جوانی باشه که حتی فکر خودم بدل نکنه که اونجا چی گفته میشه و چی خوانده میشه. ای کی میشه؟ ای کی میشه بگه که با قرآن آشنایی داشته باشه. الحمدلله اینمی جوانا است که الحمدلله هیچ گاه منحرف نمیشه. اما جوانای دیگه سعی میکنی که گوشکی در گوشش است، کیره میشنوه سازای هندی را باز اینجا اینطوری که در اویسته دمی عینی از کس نمیشرمم. تعجب است. الله متعال رحم بکنه. اگر ما تو امروز از مال خود مصرف نمی کنیم، راه های مختلف موجود است. امروز دوستای ما داریم در بندیخانه، دوستای ما داریم که حتی امی قدر نداره که افطار رمضان خدا بکنه، اما تو در راه الله مصرف نمی کنی. دیگه بدانی که امی مال اونمو مالی است که قرآن برات یادآور میشه. کدام مال است؟ اول فبشرهم بعذاب الیم، خبر بده به عذاب دردناک. چه رقم عذاب دردناک است؟ یوم یحما، در روزی که گرم کرده میشه، علیها، بالای اینمی مالا، فی نار جهنم، در آتش جهنم. در آتش جهنم این مال گذاشته میشه که خب قوق بگرده، مثل که آینه در کوره میگیری. بعد از او اینمی آین که یک دم آتش شد، همین مالی توسته که آتش گشته، فتکوا بها جباههم، داغ مانده میشه توسط همین مالش، جباههم پیشانه هایشان، و جنوبهم چیسته پهلوهایشان، و ظهورهم پشتایشان، داغ سرش مانده میشه. چرا سه طرف داغ مانده میشه؟
به خاطر که فقیر و مسکین برش آمده بود. اول پیشانی را سرش ترش کرده بود، برو ندارم، مرا آرام نمیمانی. باز پالو را دور داده بود، باز آخرم چی؟ پشت دور داده بود. یک این در صورتی که سائل آمده. من میگم بله نفر آمده مرکز دین آباد کرده مدرسه را، خب مرکز دین داره، کتابچه چانده قطش است، اعلان میکنه او مردم نداریم ما توانمندی زیرا که خود مدرسه بسازیم برای خدمت اولاد شما، برای از اینکه اولاد شما از دین بیگانه نشوه ما مرکز جور کردیم. ضرورت داریم به معاش استاد، ضرورت داریم به خریدن کتاب، ضرورت داریم به پرداختن کرایه. شما دوستا زیاد هم نه، یک نفر معاشش نده، کمکی تو کمکی از او، چقله چقله دریاب شوه. لیکن دمی موقع برش میگیم برو از امو عربایت بگی، از امو عربایت بگی. چرا اینطور گپا گفته ای؟ دین تنها به عرب است. از این معلوم میشه که دین به تو هیچ نیست، یعنی دین تعلق به عرب داره. باز وقتی که برش میگه که خیر است یا کمکی خوام، هیچ پالو را دور میده، پشت دور میده. این مردم ها ما را دیوانه کده ملاگکا. سبا روز باز در سر منبر چیزایی میگه که آدم رسوا میکنه. نه شرابی ما را میمانه، نه دزدی ما را، غصب زمینی ما را به مردم میگه. از او خاطر ما یارا کمک نمیکنیم. الله متعال میگه که اینمی مال تو داغ مانده میشه. این در صورتی که مالی حلال باشه، خود موقعش مصرف نکردی. مالی چی باشه؟ حلال باشه. زکات ندادی حق الله را، یا در موقعش ضرورت به انفاق بود انفاق نکردی. اگر مال حرام کمایی کرده بودی، خط دادی قماندان صاحب، از کجایی این زمین ها را توزیع کردی؟ این ملکیت از کی بود؟ از کل ملت؟ یعنی که از تو بود. این توزیع کی کردی؟ چه رقم توزیع کردی پول گرفتی؟ باز چی میگه؟ خب قماندان صاحب است، خیرت است، فلانی جای مسجد جور کرد. از پولی بابای خود؟ از کدام پول جور کرده؟ عجیب است. نکو که سری مال حرام اگر عقیده ثواب بکنی کافر میشی. از مال حرام اگر عقیده ثواب حاصل کردن بکنی کافر میشی. از کدام جای توی مال میگی که فلانی چیزا جور کرده؟ الله رحم بکنه. این گپا وقتی عملی میشه که انسان عقیده با آخرت داشته باشه، که آخرت اینی تو را آمده نیست. هازا ما کنستم لانفسکم، الله متعال میگه که برای نمی آدم گفته میشه یمو مالی است که شما ذخیره کرده بوده، لانفسکم برای نفسایتان. دلتان نمیشد موقع و ضرورت پیدا شده بود که در راه الله مصرف میکردی، مراکز دینی را تو قوت میبخشیدی، او را اکمال میکردی، لیکن تو قرار نشستی دور. بله الله رحم بکنه. این در صورتی که تو تنها مصرف نکردی. پس او مردکی که در دنیای غرب پیسه زیاد پیدا کرده، در اینجا زمین ها را فروخته، لیکن کانسرت میگیره. چی میگیره؟ کانسرت میگیره، رقاصا را میاره، مردم دعوت میده، بعد از رقص و بازی شراب هم نوشیده میشه، زنام صورت میگیره و این جناب از مال خود او مصرف کرده. این چی توقع را داشته باشه؟ این چه قسم حالت میبینه؟ مال شبکه را جور کرده، تلویزیونی، با جز از فحاشی و عیاشی، رقص و بازی دیگه چیزا درون نشر نمیکنه. خب مال داشته ای. هازا ما کنستم، یمو مالی بود که شما ذخیره کرده یا مصرف کرده در راه شیطانی. لانفسکم برای نفسایتان، فذوقوا بچشه ما و عذاب را کنتم تکنزون، که شما بودی ذخیره میکرده برای خود. سبب عذاب کنز شدن مالتان شد که در موقع ضرورت مصرف نکرده. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، یقینا شمار ماها یعنی ماهای قمری به نزد الله متعال 12 شهرا 12 ماه است. فی کتاب الله، در کتاب الله، یعنی در تقدیر الله. یوم خلق السماوات، روزی که پیدا کرد الله آسمان ها را، والارض زمین، منها 4 حرم، بعضی از زمین ماهای 12 گانه، 4 ماه حرمت است، یعنی که ادبی او ماها کرده شود قابل احترام و تعظیم است، جنگ و جدل دو آغاز نشود. ذالک الدین القیم، 4 ماه را در 12 ماه
محترم دانستن امید دین مستقیم است، به ترتیب امی ما را عقیده و باور کردن. فلا تظلموا فیهن، شما ظلم نکنه، یعنی نقصان حق خود نکنه یا از حدود تجاوز نکنه. فیهن در 4 ماه، بعضی مفسرین میگن نه در کل ماه، اینطور نیست که گناه در دیگه ماه پروا نداره. فلا تظلموا، شما ظلم نکنه، از حدود تجاوز نکنه. فیهن در کل ماه انفسکم، بالای نفسای خودتان.